وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با جنبست فعالیت نیم سالش خبر داد که در 6 ماه اول سال 2022 در کشور 12482 جنایت ثبت شده است که این نظر به همین دوره گذشته 1396 جنایت کمتر می باشد. در نیمه اول سال در تاجیکستان از جمله 22 آدمکشی و سوء قصد به کشتار، 64 حالت قصدن رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی، 16 حالت تجاوز به ناموس، 8 حالت آدم فروشی، 65 مورد غارتگری، 544 افباشی، 20 حالت طمعجویی، 1144 حالت قلابی، 1858 حالت دزدی به قید گرفته شده. کارمندان میلیشیا همچنین 223 حالت جنایت‌های مربوط به قاچاق فروش مواد مخدر را آشکار کردند. در 6 ماه اول سال 2022 در تاجیکستان 472 حالت سوختار، 482 صدمه روی داده. در این صدمه ها 180 نفر به هلاکت رسیده و 509 نفر جراحت برداشتند. در سوختارها باشد 9 نفر از جمله 3 کودک جان باختند. وزیر کارهای داخلی رمضان رحیمزاده در نشست خبریش گفت در نیمه اول سال جاری کارمندان وزارت کارهای داخلی 261 عضو سازمان‌های افراطی و تروریستی را دستگیر کردند. مقامات تاجیکستان مخالفین سیاسی خود از گروه 24 و حزب نهضت اسلامی و پیمان ملی را نیز اعضای سازمان‌های افراطی و تروریستی می‌نامند. او گفت در حال حاضر بیش از 3000 شهروند تاجیکستان با جرم دست داشتن در جنایت‌های افراطی و تروریستی در جستجو قرار دارند. در نیمه اول سال به گفته وزیر 44 نفری که با چنین جرم‌ها در جستجو قرار داشتند در کشورهای خارجی دستگیر کرده شده به تاجیکستان آورده شدند. از این شمار 41 نفر را روسیه و 3 نفر دیگر را مصر، ترکیه و قزاقستان به دوشنبه سپاریدند.